تماس بدیم. شما اینجا ببینید در چپ به هم نشان میدید این تل است نه؟ تل در وقتی اومدی پایین میگیریم. این تل است، این تل معلوم شد. در وقتی اومدی نای پگاستریک تل پایین میگیره، این نای پگاستریک گذاشته میره. در این ساحه که ما میگذاریم اگر چی مریض به معاینه نای پگاستریک آماده نیست چون گازات میده بیاج زیاد است، غذا خورده. اما لب شب کبد معلوم میشه دیگه. و کم طرف راست تت میکنیم و ای وی سی رو معلوم میشه. در بالایشون کودت لوب است و ای بالایشون لیگامنتوم ونوزوم یم پورتازوین که در ماکیمال ساین. باز بود در مقطع این مقطع اول بود طرف راست تت کردیم کودت لوب معلوم شد. ای وی سی بالایش لیگامنتوم ونوزوم در نصیشون پورتازوین در بالایشون دو مقطع که معلوم میشه شامل کامل هپاتیک آرتری و سی بی دی. این ماکیمال ساین و در مقطع دوم این به شکل مستعرض میمونه. در این صورت این هد به طرف راست است و تل به طرف چپ به شکل مستعرض ما میکنه نای پگاستریک. به این شکل خب اگر چی مریض چون نای پگاستریک از آماده نیست من تا طرز گرفتن پرو باید بگیریم چه قسم ماندیم بازم این جسم بخار است در بالش الفا را ای بی سی ویژه گازات رو بازگیر